به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، درود و رحمت پروردگار بر شما باد، در هر کجای عالم باشید و در هر ساعتی که ما را تماشا میکنید. امروز صحبت ما در اطراف دو موضوع خواهد بود که مربوط هم به تاجیکستان و هم به افغانستان است. اما قبل از آن که وارد موضوع شوم، میخواستم یک نکته را خاطر رسان کنم که ما هفته گذشته متاسفانه نتوانستیم امروز دوشنبه در خدمت شما باشیم و دلیلش هم بود که در شهر ورشو همایش پیمان ملی تاجیکستان بخشیده به 3 سالگی تأسیس پیمان و این چنین معرفی برنامه سیاسی پیمان ملی تاجیکستان بود و بنابر همین نتوانستیم روز دوشنبه گذشته برنامه خود را برگزار کنیم. خبر دیوم این است که ما تصمیم گرفتیم که از این به بعد یک سلسله برنامه‌های را برای شرح و تفسیر برنامه پیمان ملی تاجیکستان راه اندازی کنیم و شاید که تا تماشای این سلسله برنامه‌ها ما از برگزاری برنامه‌های آنلاینی که صحبت و سوال و جواب با مردم بود خودداری میکنیم و ان شاء الله بعد از چند مدت باز به این فرمتی که قبلا داشتیم برخواهیم گشت. و موضوعی که امروز انتخاب کردم این است که در چند هفته های آخر وضعیت افغانستان روز به روز دارد بدتر می شود و پیمان ملی تاجیکستان موقع خود را بیان کرده بود و تمام جهان امروز مشغول حادثه های افغانستان است و ما مردم تاجیک، ما تاجیکستانیان به چند دلیل نمی توانیم نسبت افغانستان به توجه باشیم. یکی اینکه کشور همسایه ما هست، دیگری که در اونجا هم زبانان، هم فرهنگان، هم دینها و هم قومان ما زندگی میکنن. حالا معین نیست که چند درصد اهالی افغانستان از تاجیکان است، ولی از 40% کمتر نیست، بعضیا نزدیک 50% هم میگویند. و با در مجموع این دلیل ها ما وظیفه داریم و باید که نسبت حادثه‌ای که در افغانستان میگذرد به توجه نباشیم، هم از لحاظ دینی، هم از لحاظ ملی و هم از لحاظ انسانی و بخصوص اون فاجعه بشریه که میتواند در افغانستان بالاخره رخ بدهد و ویژه در پنجشیر. اما یک نکته خیلی مهم است همدیاران عزیز، یادمون نرود که در برابر آن که ما به افغانستان توجه داریم و باید داشته باشیم، ما در کشور زندگی میکنیم با نام تاجیکستان که دارای مشکلات خود است، دارای نیازهای خود است و ما هم سیاستمدار یا شهروند یا کارشناسان تاجیک و تاجیکستان هستیم و نشود که ما دقت بیشتر به کشورهای همسایه به مشکلات آنها بدیم و همزمان فراموش کنیم که در وطن خودمون چی میگذارد و ما چی فکر و اندیشه داریم. البته باز تکرار میکنم که ما نباید به توجه باشیم، اما از طرف دیگر مشاهده میشود که باز هم برخی ها آگاهانه یا ناآگاهانه تلاش میکنن که دقت مردم تاجیک باز هم در کشور همسایه افغانستان باقی بماند و به مشکلات و مسائل داخلی تاجیکستان کمتر رسیدگی شود که ما در آینده باید این را جبران کنیم و آهسته آهسته بر بگردیم به مشکلات داخلی کشور خودمان یا مسائل را طرز مطرح کنیم که به مشکلات تاجیکستان و منطقه هم ربط داشته باشد. حالا دو تا موضوعی که من انتخاب کردم امروز هر دوشم هم به تاجیکستان ربط دارد و هم به افغانستان. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چند هفته پیش دو تا بیانیه یا دو پیشنهاد بسیار جالب و جدی کردند. یکیش روانه شده بود به حکومت امروزه افغانستان، به طالبان، و دیگری به جامعه جهانی. پیشنهاد یا طرح اول امام علی رحمان بر مبنای آن بود که باید در افغانستان یک حکومت همشمول تشکیل شود و تنها بعد از آن که این حکومت همشمول تشکیل شد، جامعه جهانی از آن جمله تاجیکستان هم این حکومت را اعتراف خواهد کرد. منظور از حکومت همشمول در افغانستان از نگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب امام علی رحمان چه هست؟ در تفسیر این طلب گفته شد که باید در اون حکومت نمایندگان همه قوم‌های ساکن افغانستان باشد، از اون جمله از تاجیکان نام برده شد، از ازبک‌ها، از هزارها و دیگران. و امروز طالبان حکومت خود را اعلان کردند و آیا اون حکومتی که اعلان کرده شد جوابگوی اون طلبات هایی که از طرف جامعه جهانی، از آن جمله از طرف
تاجیکستان کرده شد هست یا نیست. اگر یک بار تحلیل کنیم میبینیم که 90% این اعضای حکومت جدید افغانستان از یک قوم هست و 100% از یک گروه، از گروه طالبان، ولی 90%ش یا نزدیک 90%ش از یک قوم، چند نفر را از تاجیکان در حد سطح معاون سروزیر و یک دو وزیر دیگر و اینچنین یک یا دو نفر دیگر از قوم ازبک هم وارد کردن و با همین مسئله افغان شمول یا همه شمول بودن حکومت افغانستان تمام شد. طبیعی است که اکثریت ناراضی هستند، از آن جمله ما هم میگیم که نه، این به هیچ معنا همه شمول نیست، بلکه از یک گروه و غالبا از یک قوم تشکیل شده است. اما سوال اینجا است که وقتی که حکومت تاجیکستان به خصوص جناب امام علی رحمان خودش از طالبان این را تقاضا میکند، سوال گذاشته می شود که آیا خود امام علی رحمان پایبند به همین طلب، پایبند به همین معیار در داخل تاجیکستان، در کشوری که خودش پرزیدنت هست، می باشد یا نه؟ اگر یک بار تحلیل کنیم بین حکومت امروزه تاجیکستان و حکومت طالبان را، چه تفاوت‌ها، چه مشترکات و چه فرقیت‌ها را خواهیم دید. البته دوستان گرامی این را هم تاکید کنم که وقتی که یک حکومت طالبان با هر کشور مقایسه کرده می شود، بعضا تحلیل می شود، مبادا کسی فکر نکند که این به معنای پشتیبانی از طالبان است یا پشتیبانی از حکومت تاجیکستان است. نه، ما باید فقط فکت ها را بگیم، دلیل ها را بیاریم و خلاصه و قضاوت را بگذاریم به خود مردم، نه از کسی پشتیبانی کنیم در این مسئله، نه بر ضد کسی باشیم. ببینید در حکومت تاجیکستان کیها هستند؟ وقتی که حکومتی که خودش از طالبان طلب میکند که همه را فرا بگیرد، آیا در تاجیکستان چنین است؟ حالا اگر بگیم که در افغانستان یک حکومت یک حزبی هست یا یک گروهی هست، گروهی طالبان، و چند نفر را به همچون نمونه برای گویا وانمود کردن آن که در این حکومت نمایندگان قوم ها و مردم دیگر هم هست، من فکر میکنم در حکومت تاجیکستان، در اون حکومتی که خود امام علی رحمان رهبرش است و از دیگران تقاضا میکند، وضعیت به مراتب بدتر است. اگر در افغانستان حکومتی حالا بگیم طالب شمول هست، در تاجیکستان حتی حکومت یک حزب هم نیست. قبلا از یک حزب بود، آهسته آهسته رفت به یک منطقه شد، حالا تبدیل شد به یک حکومت یک خانواده، به اصطلاح اگر زمانه‌ای بگیم عائله شمول شد. در صورتی که خودش حکومت عائله شمول دارد، از کشور دیگر حکومت همه شمول یا افغان شمول را طلب میکند. و من حالا ندیدم درست که در افغانستان وضعیت این گونه است، اما طالبان آمدند فرزند مؤسس و رهبر قبلی را در حکومت جا دادند. فرزند هیچ کدام از رهبران امروزه حکومت طالبان باز در این حکومت کار نمیکند. تصور کنید که رهبر طالبان خودش رهبر کشور، فرزندش را رئیس دستگاه، یک فرزند دیگرش را رئیس پارلمان، یک فرزند دیگرش را یا دامادهایش را رئیس بانک و وزارت‌های قدرتی، همش از یک خانواده یا از یک عائله، از یک دهه، از یک منطقه. اگر طالبان این کار را کند، جامعه جهانی، ما و شما و خود امام علی رحمان چی خواهند گفت؟ حتما میگن که نه، این قابل پذیرش نیست، زیرا این حکومت یک گروه است، یک حزب است، یک خانواده است و همه ساکنان کشور را نمایندگی نمیکند. اما ببینیم در تاجیکستان چی هست. بله، امروز در تاجیکستان هم در حکومت یک دو نفر از ولایت سوغد است، از بدخشان هست، از وادی رشت هست. در پارلمان رهبری، رئیس پارلمان همیشه از منطقه رشت است. ولی این چی را تغییر میکند؟ دقیقاً مثل همون طالب هم چند تاجیک را در حکومت آوردن، چند ازبک را، و شاید در بدنه حاکمیت می بعد ببینیم که باز نفران دیگر در سطح معاون وزیر، رئیسان اداره ها خواهند بود حتما. آیا این معنای همه شمول را دارد در افغانستان یا در تاجیکستان؟ البته که ندارد. اما سوال این است که آیا امام علی رحمان خودش قبل از آن که از طالبان چیزی را طلب کند درک میکند که چی گفته ایستاده است؟ آیا خودش این را تطبیق کرد در تاجیکستان یا نکرد؟ مسئله دیگر این است که امام علی رحمان یک درخواست یا یک
شکایت از جامعه جهانی کرد بخصوص از سازمان‌های دفاع از حقوق بشر که آنها به مسئله حقوق بشر در افغانستان اهمیت نمیدهند. حتی چند مثال هم آورده شد که اگر در یک کشور روزنامه‌نگار را حبس کردن یا زدن همه صدا بلند میکنن، اما چرا در افغانستان این کار نمیشود؟ واقعا درخواست منطقی است، درست است و باید همین گونه هم باشد. اما باز هم همون سوال تکرار می شود: آیا جناب امام علی رحمان به توصیه به قرارهای سازمانهای بین المللی حقوق بشر تا امروز اهمیت داده است؟ آنها را رعایت کرده است؟ به آنها جواب مثبت داده است که از جامعه جهانی طلب کند، از این سازمانها درخواست کند که به افغانستان توجه کنند؟ دلخواه نماینده سازمان حقوق بشر جهانی میتواند با آقای رحمان بگوید که تشکر برای این پیشنهادتان، اما چرا خودتون پیشنهادهای ما را عملی نمیکنید، به این نوبت نمیگیرید؟ چرا ما وقتی که توصیه میکنیم که جناب رحمانوف، جناب حکومتداران تاجیکستان این کارها را باید انجام بدهید، این پامال کردن حقوق بشر است، این جنایت ضد بشری است، شما همیشه جواب میگید که به امور داخلی ما دخالت نکنید، شما نمیفهمید، شما یک طرفه قضاوت میکنید و غیره و هاکذا. آیا نفری که خودش توصیه، قرارها و طلبهای جامعه جهانی را در مسئله حقوق بشر اجرا نمیکند حق معنوی دارد این را از کشور دیگر طلب کند یا از این سازمان ها در مسئله کشور دیگر طلب کند؟ من فکر میکنم که حق دارد، این را حق سیاسی دارد، حق انسانی دارد بکند، اما حق معنوی ندارد. اما در تاجیکستان شما میدونید که حکومتداران تا اون حد پرروی هستند که چیزی را از دیگران طلب میکنند که خودشون فرسخها از آن دور است. ببینید دوستان عزیز، هموطنان گرامی، بخصوص من به حکومتداران این را مراجعتم به آنها است که بالاترین سطح سازمان بین المللی آن هست یا سازمان ملل متحد که کمیته حقوق بشر دارد. این کمیته قرارها قبول کرد چند سال پیش، حتی نسبت محمد روزی اسکندروف، نسبت زید سعیدوف، نسبت 13 عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نسبت بزرگمهر یاروف و دیگران، و از شما طلب کرد که این پامالشوی حقوق بشر است، حبس کردنتون غیر قانونی بود، نگه داشتنتون غیر قانونی است، اینها را بلافاصله آزاد کنید و با آنها جبران مادی و معنوی پرداخت نمایید. شما قرارهای سازمان ملل را رعایت نکردید، تا امروز اجرا نکرده ایستادید. شما درخواست و قرارها و طلبهای هیومن رایتس واچ را عملی نمیکنید، فریدم هاوس را عملی نمیکنید و ده ها سازمانهای حقوق بشری منطقوی، وطنی، تاجیکی را، بین المللی را رعایت نکرده ایستادید. اما من در اینجا یک امر مثبت را میبینم و دوستان شاید انتقاد کنند که چه حق دارد امام علی رحمان که خودش کمترین معیار جهانی را رعایت نمیکند باز امروز از طالبان این درخواست را کرده ایستاده است. من برعکس میگم که این خودش یک پدیده نیک است. چرا؟ وقتی که امام علی رحمان میآید این مسئله را مطرح میکند، دیر یا زود خودش به این نتیجه میرسد که آیا من خودم در تاجیکستان چیکار کرده ایستادم؟ آیا وضعیت کشور من در مسئله حقوق بشر از افغانستان بدتر است یا بهتر؟ همون طوری که الان ما مقایسه میکنیم بین امام علی رحمان و طالبان و گاه میبینیم که در بعضی مسائل طالبان بدتر رفتار میکنن، در بعضی مسائل امام علی رحمان از طالبان بدتر رفتار میکنن. همونطور من باور دارم که خود حکومتداران امروزه تاجیکستان این سوال را در نزد خود خواهند گذاشت و امیدواریم که به بعض نتیجه ها خواهند رسید. اما در آخر همدیران عزیز میخواستم یک نکته دیگر رو هم به آن اشاره کنم و همچون جنبه و خلاصه صحبت امروزمون این است که روزهای آخر میبینیم که خیلی از هموطنان ما، کارشناسان، روشنفکران، روزنامه‌نگاران و حتی سیاستمداران در مسئله دفاع از ارزش‌های عمومی بشری، دفاع از آزادی‌ها، دفاع از کرامت انسانی و از همه مهمش مقاومت و مبارزه برای این ارزش‌ها در کشور همسایه در افغانستان خیلی فعال شدند و خیلی هم با جسارت، با شجاعت حرف میزنند، طلب میکنند و حتی آماده مبارزه و آماده رفتن به افغانستان و قرار گرفتن در پهلوی کسانی هستند که علیه ظلم، علیه بی‌عدالتی، علیه فساد، علیه حکومت یک کتاز
خانوادگی یا گروهی میخواهند که مبارزه برند. من این آمادگی رو یک فال نیک میگیرم و واقعا هم آفرین میگم، تحسین میگم و همه کسانی که چنین آمادگی را دارند و اعلان کردند. اما سوال من این است که آیا واقعا این دوستان آزادی، کرامت، شرافت و حکومت فراگیر و همه شمول را تنها در افغانستان میخواهند یا در تاجیکستان هم؟ اگر این را تنها در افغانستان میخواهند، کافی است که شما یک بیانیه بدهید و بگید که خب محکوم کنید طالبان را یا هر گروهی یک کتاز دیگر را و موقعتون را بیان کنید. اما وقتی که یک نفر، یک حزب، یک گروه، حتی یک کشور میخواهد که در عمل این را تطبیق کند، فیزیکی برود به آنجا، سوال با وجود میاد که چرا این کار اول در وطن خودمان نکنیم؟ مگر روزنامه‌نگاران تاجیک کمتر ضرب و شکنجه دیدن از حکومت امامعلی رحمان در مقایسه با روزنامه‌نگاران افغانستان؟ مگر سیف الله زاده ژورنالیست تاجیک نبود؟ برای فعالیت ژورنالیستیش همچون سردبیر نجات لطوکوب شد، ژورنالیست دیگر محمد علی حیات، رجب میرزا، دلیر شریپوف و ده ها نفران دیگر از وطن رانده شدند، زندانی شدند، لطوکوب شدند. حالا اینجا جای دیگر مقایسه نیست که در افغانستان بیشتر شد یا در تاجیکستان، اما همون کسانی که در مسئله آزادی، در مسئله عدالت، شرافت و مبارزه با ظلم و ستم در افغانستان واقعا اینقدر صدا بلند کرده ایستادن که جای تحسین هم هست. آیا یک مراتبه آمدن حداقل 50% این مبارزهشون رو برای وطن خود، برای کشور خود، برای همزبان و هم شهروند تاجیکستان کردن یا نکردن؟ حداقل برای حقوق خود کردن یا نه؟ وقتی خودشون را لطوکوب کردن، از رسانه ها محروم کردن یا از وطن محروم کردن. مگر وقتی اون نرسید است که ما تاجیکان و تاجیکستانیان در همزمان با آن که در فکر کشورهای دیگر هستیم و در فکر جامعه های دیگر هستیم، یک کمی بیاییم به توجه به مشکلات خودمون کنیم و همون مقاومت، همون مبارزه رو که آماده هستیم در افغانستان ادامه بدهیم. باید این روحیه رو حفظ کنیم، این روحیه رو قوی تر کنیم که ظلم در همه جا ظلم است، شکنجه در همه جا شکنجه است، کروپسیا، فساد، دیکتاتور در همه جا دیکتاتور است. فرق نمیکنه اون از طرف طالب بشود یا از طرف امامعلی رحمان، فرق ندارد اون در کابل است یا در دوشنبه، در پنجشیر است یا در خوجند، در کلاب، هیچ فرقی ندارد. برای ما تاجیکان و تاجیکستانیان اولاتر است که این ارزش ها رو در وطن خودمان دفاع کنیم، همچنین که برای یک افغانستانی اولاتر است که در وطن خودش این کار را اول انجام دهد. برای یک امریکایی یا آلمانی اولاتر است که در وطن خودش این را انجام دهد. اگر یک آلمانی بیاد در تاجیکستان بخواهد که بر ضد فساد و کروپسیا مبارزه برد یا بگوید که من در اینجا میخوام دموکراسی را تطبیق کنم، اولین سوال ما این خواهد بود که میبخشید شما در آلمان دموکراسی دارید، آزادی دارید؟ اگر بگوید که بله ما داریم، ما میگه خیلی خوب، پس این حق را داری. آلمانیا که دارن این دموکراسی رو و این آزادی رو در کشور خودشان، اما با اون مقداری که ما میخوایم در افریقا و در افغانستان و در تمام دنیا عدالت و آزادی رو برقرار کنیم، آلمانی ها به حد ما صدا بلند نمیکنن. اما چی شده است که امروز ما مشکلات هزارها زندانی سیاسی خود را فراموش کردیم، مشکلات بانوان خود را فراموش کردیم، مشکلات مهاجرین خود را فراموش کردیم و همگان آمده تبدیل شده ایم به یک مجاهد، به یک مبارز، به یک سرباز، گویا که حتی آماده هستیم که سلاح بگیریم برویم در کشور همسایه. آزادی هایی که خودمان نداریم، کرامت و شرافت را که خودمان از دست داده ایم، این را در کشور همسایه برقرار کنیم. من بار دیگر تکرار میکنم که واقعا احسن میگم، آفرین میگم به کسانی که علل برای افغانستان بیدار شدند، حداقل برای رسیدن به آزادی و شرافت در افغانستان تلاش میکنند و آماده مقاومت هستند. پس بیایم دیگر این روحیه مبارزه، مقاومت و تلاش را حفظ کنیم، ادامه بدهیم و همون طوری که میخوایم در افغانستان اون را برقرار کنیم، در وطن خودمان، در کشور خودمان آن را تطبیق کنیم. من مطمئنم که اگر در تاجیکستان توانستیم این هدف را تطبیق کنیم، بلا فاصله شروع میکنیم
برای رسیدن به این هدفها در افغانستان. و در آخر یک نکته را هم بگیم که تاجیک نمیتواند که تنها در افغانستان آزاد باشد یا تنها در تاجیکستان. ما یک قوم هستیم، در دو طرف یک رودخانه هستیم، امودریا. اگر واقعا هم میخواهیم که آزاد باشیم، دموکراتی باشیم و آزادی زنها، آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات در ما تاجیکان ریشه دار شود، باید که تلاش کنیم که در هر دو طرف مرز یکسان باشد، با هم باشیم و در یک محیط، در یک فضای سالم و سازنده تاجیکان زندگی کنند. با همین من صحبت خود را در اینجا به انجام میرسانم تا صحبت های بعدی در پناه خداوند باشید.